میرم بولوار قاسم سلیمانی، این میدون من بازم متوجه نشدم، رای تاقا نیدم. سمت چپ که میره به سمت چاف و انگرود، چاف و چمپاله، راستم که اون داخل شهر اینا بود. هم بریم مستقیم که هم به سمت آستانه میره، از تو کهربندی میریم به سمت انزلی و زیباکنان. جاتون خالی. من داشتم می اومدم تازه این کیاشهری‌ها داشتم میرفتم برای پل چوبی. حتی قاسم سلیمانی مثل اون دست چپ بود، این بولوار اسمشو من ندیدم، اون بولوار دیدم اسم نوشته. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. ما این ولاگ رو تقریبا همینجا تمامش میکنیم، میریم برای ولاگ رانندگی از کیاشهر به بندر انزلی. اگه جاده باز باشه تا انزلی میریم، یه ولاگ رانندگی هم تو انزلی میگیریم، بریم ببینیم جاده تا کجاست. بین شهری‌ها چون شلوغه معمولا کمربندی رو تا یه جایشون میذارم تو این ولاگ، نهاد جاده شهر زیبای کیاشهر. امیدوارم که لذت برده باشین. میلان هم من اسمشو نمیدونم. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. مستقیم میره آستانه که ما ولاگ آستانه رو هم گرفتیم به این سمت. الان میریم به سمت انزلی پارک بوجا. امیدوارم که لذت برده باشید. حمایت هم فراموش نشه. مرسی. دوستای عزیزم، امیدوارم روز برفیتون قشنگ باشه. من مرتضی هستم. امروز میخوایم یه ولاگ رانندگی برفی از زیباکنار به انزلی رو بگیریم. این فکر کنم امروز سومین ولاگه. یه ولاگ رانندگی تو آستانه اشرفیه گرفتیم، یه ولاگ رانندگی از آستانه تا زیباکنار، یه دونم گردش تو زیباکنار و پل چوبیش، ببخشید کیاشهر. الان هم داریم ولاگ کیاشهر رو میگیریم به بندر انزلی. بریم ببینیم جاده تا چه کجا بازه، اجازه میدن. انزلی برفی رو هم من براتون ولاگشو میگیرم. امروز 6 اسفند ماه، ساعت هم 11:40 است. کیاشهر که برف زده بود، خیلی خوشگل بود. جاتون خالی. ولاگش حتما ببینین، تو پلیلیست شهر کیاشهر میذارم براتون. پل چوبی هم برفی و قشنگ و شلوغ میشد که به حال ما فرصت کم داریم ولاگا رو برسیم. تا یه جاییشو براتون گرفتم، امیدوارم که لذت ببرید. جاده‌ای که ما میریم از پارک بوجاق رد میشه، یکی از زیباترین پارک های خاورمیانه است. واقعا قشنگه. پارک ملی حفاظت شده است. اما پرنده، یه سری حیوانات
وحشی مثل اسبای وحشی اینا همه چی داره، اونای مختلف پرنده ها. یه روز فرصت شد تو بهار میام اونجا براتون ولاگ میگیرم. خودم تا الان نرفتم، فقط فیلم ها و عکساشو دیدم. اینم پل سپیدرود قشنگ، قد برفاش قشنگی کنارش. من نگاه میکنم براتون تعریف میکنم، واقعا قشنگه، براتون خالی. هواشناسی گفته بود که برف زیاد میاد، 1 متر و هشدار. و ما اومدیم لایجان چون سمت غرب تا یه جایشو تونستم بگیرم اون سری. این دفعه شرق رو بگیریم که فقط شهرهای ساحلی مثل که برف اومد، انزلی و کیاشهر و چاف و اینا. بچه ها صبح استوری گذاشتن، ما هم تصمیم گرفتیم بیاییم حداقل اینجا. خیلی قشنگه، شاید که دوستان دیگه این سمتو بگیرن. شاید کوی دست ما بری هلیشات هم بگیرم براتون. این زمستون که رفت، زمستون بعدی هلیشات واقعا زیباست، جاتون خالی. کیاشهر جزء آستانه اشرفیه است. قبلا اسمش بندر فرهناز بود، بعد انقلاب به بندر کیاشهر تغییر کرد. از چیز بندریش فقط اسکله‌ای مونده که اونم متروکه است. اون سری من رفتم ولاگ بگیرم، حتی نوشته بود که اجازه نداری. بنده خدا تو سرما دارن کارو میزنن، گل میپاشن با نمک دستشون دارن. جاهای دیدنیش هم پارک بوجاقه، این پل چوبیه، چهارشنبه بازارشه. دوستای دستک بازار ماهی داره، ولاگش هم گذاشتم. چیز 10 تا ویدیوی تاپ فعلا کانال ما هم هست. خیلی بازارش قشنگه، تبا متری بازار ماهیاش. تجربه بود، من ماشین اونجا پل چوبی پارک کرده بودم، خواستم بیام یه خورده سر میخورد. یه تجربی از دوستان آفرودی یاد گرفته بودیم، موقعی که سر میخوره سر میخوره فرمان رو تون چپ و راست کنین، احتمال 80-90% در میاد. در نعیمت که دیگه تلاش اینجوری بکنید. گفتم اول ویدیو بگم چون بخش اولش رو بیشتر میبینن. سمت راست ما گاو میشن، من میبینم تو ویدیو شما مشخصه ببینین یا نه. اینا گاو میشن، گاو میشای بزرگی هم هست. دو تاشون هم پرنده سواره، خیلی باحاله. ببخشید من یه نفرم و یه دوربین من زوم نداره، یعنی این زیبایی ها رو من رو باید ثبت انشالله که قدرش رو بدونیم و آینده هم بذاریم. آینده داره این ویدیو رو میبینه نگه آقا اینا اینجوری بود، الان نیست. فعلا که اراده این نیست برای حفظش، خدا کنه. قبلا جاده چمخاله به بندر انزلی رو گرفتم، چمخاله لنگرود بندر انزلی. اونجا توضیح نمیدادن، اونجا آهنگ میشه. این سبک رو دوستان دیدیم علاقه دارن، اینجا هم دیدیم جاده برفی قشنگه، آرشیو داشته باشیم. مسیری که داریم میریم برای دوستان ضبط کنیم. این یه تیکه جاده شبیه جاده بندر لنگ است، بندر عباس. نمیدونم رفتی این هست کردین. دقیقا من این یه تیکه جا یاد اونجا میداد. دقیقا میرید توی شهری، اون شهر یادم نیست، خدمت اونجا بودم، میریم اونجا دقیقا همین حالت. دقیقا خاطره بندر لنگه رو برام زنده میکنه. خدمت اونجا بودیم، مردم دوست داشتنی بندر لنگه، واقعا مردم گلی داشت. این 9 ماه اونجا بودم، 8 ماه 9 ماه هم لذت میبرد از زندگی باهاشون. خیلی مردم مظلومی هستند. شهر زیبا کنار.
شهرستان رشته. تقریبا قبل اینکه برج میلاد بسازن بلندترین سازه ایران رو اینجا داشت، مال صدا و سیماشه، دکل صدا و سیماش. بخش لشت نشای شهرستان رشت اگه اشتباه نکنم. بازار رفتگی‌هاش هم پنجشنبه است. من میریم بهشون میگم. ساحل زیبایی داره. زیبا کنار اصلا به خاطر دریاش میگم. سلام میکنیم به عمو ناصر عزیز، ایل مرد میشه محبت داره به ما. بکنم روز اولین سابسکرایبای ماست که همیشه تو ویدیوها و پستای ما کامنت میذاره، محبت داره، تقدیم میکنیم بهش. البته محلشون یکم جلوتره، چون اگه اشتباه نکنم چون تلفظش یادم نیست، جز زیبا کنار. جای همتون خالی، جای عمو ناصر ویژه خالی. فکر کنم گفت یه 45 سالی ایران نیستش. این مرکز شهر زیبا کناره. این بازار پنجشنبه که گفتم دقیقاً بعد پل دست راسته. بلاگش توی کانال هست، سرچ کنید بازار پنجشنبه زیبا کنار، بلاگ ما میاد. لیست شهر رشت باید باشه، یادم نیست پلی لیست جدا گذاشته باشم. دقیقاً همین دست راست از همین ابتدا شروع میشه. بازار قشنگیه، بزرگ نیست ولی در حد خودش نعمت. سعی کنین کلا راهنما بزنین، ولی روز برفی حتما بزنین. ماشین پشتی ترمز نداره، سر میخوره، میزنه به شما. که دوستان روی ویدیویی دارم مال رشت بود، من کامنت گذاشت که آقا چرا انقدر میگی نمیدونم فرهنگ، خدایش اسم این رانندگی و بعض رانندگی فرهنگ نیست، هرچی هست. الان کجا پارک کرده این هوای برد؟ این اسمش هرچی هست فرهنگ نیست، نهایتش ببین بیشوری. ببخشید این چیزش هیچ فرهنگی نیست. بعضی دوستان اروپایی نگاه میکنن، مثلا ایرانی که اروپان مثلا کامنت هایی میذارن، همشون یادم نیست ولی همشون تعجب میکنن چه وضع رانندگی. مثلا باور کنید رو فکر میکنیم این تصادفی زندگی ما تا الان که داریم یواش میریم، حالا نهایتش خسارت مالیه. وضع رانندگی واقعا افتضاحه. ما دیلمان دیروز بودیم، جاده خالی، بلاگش هم به زودی میذاریم. جاده دیلمان برفی درو با یه سرعتی اون پایین داشت میومد، معلومه تجربه نداشته تو هوای برفی ماشین سر بخوره. ما تو هوای آفتابیش هم اون سرعت نمیایم پایین، با یه سرعتی میومد. ما برگشتیم خدا رو شکر ندیدیم حادثه ای نبود. همش یه باره ممکنه آخرین بار باشه.
تهران هم از شهرهای دیگه مثل لاهیجان اینا میبینید، بنده خدا اومدن کمک، اونورا هیچ برقی نداره. من صبح دیدم همجور داشت لودر از آستانه اینا میومد به سمت کیاشهر و اینا، زحمت میکشن. خسته نباشید میگم بهشون، انشاءالله که همیشه سلامت باشید. مدارس و چیزو تعطیل کردن، ادارات امروز تعطیل نیست. کیاشهر رو من نمیدونم، خیلی خلوت بود، باید باشه تعطیل نباشه، ولی کل گیلان رو راهنما بزنید. راهنما تو دست 5 سانت هم فاصله نیست. من چرا داشتم میگم مدارس و دانشگاه رو تعطیل کردن ولی ادارات باز دارن. شهر کیاشهر بلاکش هم که ببینید، من مثلا در اداره باز نکنم میشد، برف بود، 8-10 سانت برف بود. اینجا هوا آفتاب شد، گفتم تا سه‌شنبه برفه. آها این محله آقای همون ناصر عزیز ورودیش این بره. من یه بار اومدم، یه ورودی این بر داره، یه ورودی هم جاد خالی همون ناصر. انشالله که مشکل خاصی برای کسی پیش نیامده باشه تو این برف. همه شاد و خوشحال شد. سنگ وسط این جاده است. هشدارها خیلی شدیدتر بود. سال 84 یه برفی تو رشت زده بود، ما رشت نبودیم ولی خب دیده بودیم تلویزیون، بودم فضای مجازی 84 سنی هم نداشت، ما شاید جدی نبود، فعال نبود فضای مجازی. اونها خراب شده بودن، اونهای روستایی که نه، مثلا ویلایی، اونایی که مثلا بیس سقفشون چوب بود همه ریخته بود. پشتم من یادم بود داده بود، میگفتم در همون حده. حالا خواستم فالوور بگیرم، کوچیگری به قول آب و تاب زیاد کردن، در اون حد نبود خداییش. خیلی شهرها برف نزد، چون در 2 سانت هم نزد خود شهرش. خدا رو شکر نزد، کسی آسیبی ندید. پارسال هم برف زیاد زده بود، پارسال هم بلاک برفی لاهیجان اگه اشتباه نکنم فقط لاهیجان بود، واقعا نمیشد جایی رفت یا خورده فعالیتمون کمتر بود. برف زیاد زده بود. دریا طوفانی بود، تو پل چوبی ویلا شدی ببینی. حتی دریا نرفتیم ولی صدای دریا می اومد، قشنگ صدای موجش می اومد. اگه بازار ماهی ها دو سه روز رونق نداره. حتی این ویلا که بازار ماهی هم گرفتیم چند روز، بازار الگویی ماهی رشت ببینید خیلی باحاله. این بزرگترین بازار ماهی شمال ایرانه، مخصوصا تو شبش ماهی میارن خالی میکنن. این مثلا 40-50 تا نیسان ماهی میاد خالی میشه، یه حجم زیاد ماهی، واقعا آدم کیف میکنه. حتما ببینید جالبه. میگفت مشتری نیست، بازار کشش نداره اینجا. انزلی 25 تا چیز صدا سیما اینجاست. میبینی این مجتمع آموزشی فرهنگی، من یادم دکلش ویدیو اگه کم عقب بزنین دکلش مشخصه.
کنیم ببینیم انزلی چه خبره. ولاگه انزلی ما خدا شد همش حمایت میشه، محبت دارم دوستان. قدم زدم تو شب گرفتیم، رانندگیاش کاسپیان آلکالیومش زیاد دیو نخورد. بازار هفتگیاش شنبه بازار انزلی واقعا جز زیباترین بازار است، با یه ویوی دریا در رودخونه، دریاش تو بندر اسکله، واقعا قشنگه، کیف میکنه آدم با اون ویو. دوست داره آدم بره خرید. اینا همشون ویو خوب خوردن، جای تعجبی هم نیست البته، چون جز شهرهای توریستیه، تقریبا همه خاطره دارم باش. تعطیلات خیلی شلوغ میشه انزلی، راننده تاکسی ها من تعطیلات البته ما پیدا تکون نمیخوریم، جایی نمیریم، هم ترافیکه هم دوستانی که دور اومدن بومی ها میرن اونجا، در روز میتونیم تحمل کنیم، در روز بومی ها بگردیم، چیز مسافر ها بگردیم همین. ولی راننده تاکسی ها اونجا صحبت میکردیم باشون، میگفتن قفل میشه اصلا، تنگ هم از جادهش داخل شهرش رو واقعا قفل میشه. ما که ترجیح میدیم بیرون نیاییم، وید مثلا اگه خواستیم از شهری به شهری جا به جاشیم، آخر شبی اول صبحی مثلا شما بهار ماسال قشنگه، لیلاقاتش شکوفه‌ها در میان، حالا نه اوایل بعدش هم قشنگه، ولی خب ترجیح میدیم اون اونجا نریم چون واقعا شلوغ میشه، ترافیک خطرناکه، ما حوصله‌مون کمه، تو خونه میمونیم دوستان راحت بگردن. حالا یه کلیپ میخوام درست کنم در مورد توصیه تو عید کجا برین. اگه میبینین تا اینجا ویدیو رو دیدین، سعی کنین همون صبح جابجاشین، براتون عجله‌ای نکنید. واقعا جاده رو وقتی جاده‌های کوهستانی و نری رو نمیشه سرعت رفت، برای جبران وقت احتیاط کنید. الان سگ رو میبینین، سگ مثلا کوهستانی به جای سگ گاو میاد، یا من فکر کنم جاده خشک بیجار بود، تابلوشو دقیقا نگردم، شونمون داغ شده چه صحبت ولاگ چیزم گذاشتیم، خشک بیجار به زیبا کنار رو قبلا گذاشتیم. این ساحل حاجی بکنده است، حسن بکنده، حاجی بکنده، ساحل‌های معروفی هستند. من خودم نرفتم داره راستش. شمالی و دریا، شمالی که نه، خودم جنگل بیشتر دوست دارم. قبلا دریا رو دوست داشتیم، ولی میری جنوب یه مدت میمونی میفهمی دریا نیست، شوخیه، به خاطر کثیفیش میگم، نه وسعتش. دریای جنوب کجا، دریای اینجا کجا، قدر همینم نمیدونم. همینم آشغال، همین کثیف. توصیه من اینه میایین شمال شنا نکنیم، واقعا آبش کثیفه، مثلا یه خورده پوستتون حساس باشه جوش میزنن. من خودم اینجوری هم مثلا آشنایان دوستان بچه ها رو بردن آب خوردن، عفونت کرد، هم ریه هم چیز آلوده است، چه فاضلاب بس میشه باشه، خونه زرچوب بس میشه باشه. سوال بین بشینید لذت ببرید. از این سمت که داریم میریم، اولین بخش انزلی که میخوایم برسیم بهش منطقه آزاد انزلیه. حالا این بولوارش باز مونده. منطقه آزاد انزلی، کاسپیان، فروشگاه،
اکواریوم، سری وسایل چیزم داره. یه دونه پیاده روی داره که مثلا تا یه بخش از تو آب میره برای قدم زدن. او بلاگ منطقه آزاد انزلی ما هست. دیگه نخورد من دیگه نرفتم، وظیفه‌مو دوباره بگیرم. هیچ شاید اومدیم خلوت بود یا بعد از این یه بلاگ دوباره جدیدتر بگیریم. اینجا بولوار نداره. تو شرق گیلان جاده اصلی رشت به شرق مثلا اون سمتی بولوار داره. سعی کنید دو روزای بارونی نزدیک بولوار نرید، آب جمع میشه یهو ماشینو میکشه سمت بولوار میخورید. مثلا ماشینتون اگه سبکه در ماشینا خطر هست، راحت‌تر میره. گوشه برای خودتون برید، سرعت هم میخوایم برید نه سبقت ها، یکم فاصله بگیرید. من میبینم دارم زمستون رانندگی میکنن، ماشینا زدن، ماشینای غریبه مثلا پلاکای راه دور، یه لحظه میزنه به بولوار میکشه ماشین از بولوار دور. یه چاله دیدین حداقل فرمان بدین این بر نرین دو آب، یا فرمانو محکم بگیرید. رفتین چاله نشین فرمانو محکم بگیرین، شل نگیرید. خیلی دیدم خوردم به بولوار. پیش ترمز بزنین فرمانو محکم نگه دارین. جاده گیلان جاده عجلی نیست، این تفریح جاده‌هاش هم قشنگه، چی لذت داره. امیر بکنده. اگه دوستان توصیه کردم بریم پره صیادی، من پره بازار ماهی دستک اگه اولی ببینیم پره صیادی هم رفتم. این هفته که فکر نکنم دریا اجازه بده، هفته بعد دوستان بریم چاف، بریم پره صیادی اونجا. اگه ندیدیم بلاگشو حتما بریم بلاگ بازار دستک، بازار ماهیشو ببینیم. اولش میریم پره. خودم اولین بار بود رفته بودم پره، جالب بود. اگه اولین باره میخوایم ببینین واقعا به حضورش یه فاز دیگه است، قشنگ‌تره. این نگاه کنین جالبه چوری ماهی ها رو میگیرن جمع میکنن، خیلی زحمت داره واقعا. اون روز ما رفتیم اینجا ماهی هم نداشت، مثلا فکر کنید چند نفر آدم اونجا دارن کار میکنن، یه صندوق فکر کنم ماهی دو تا بگوشت، یه آدم ماهی بود. روزای خوب هم داره، ما روز بدش داریم در کل. انشالله این هفته دیگه یا هفته بعدترش میریم چاف. هم سه‌شنبه بازار تازه زدن اونجا، سه‌شنبه بازار محلی راه افتاده باله. یکی دو ماه راه افتاده سه‌شنبه بازار. دوستان میگن قدیم بود، دوباره راهش انداختن. بریم اونجا یه فیلم کوتاه بگیریم.
من نخوصم. شد دیگه، نکنه امشب برف بیاد. یکم سیاه هست ولی چپ کلن آب چیزه برای نفش صاف. ممنون از دوستانی که تلگرام به ما پیام میدن، ابراز محبت میکنن، برای ما کلیپ میفرستن که دارن ولاگای ما رو میبینن. واقعا خوشحال میشم، انرژی میگیرم. دیشب داشتم با یکی دوستان صحبت میکردم، کنم تورنتو بود، کانادا. محبت دارم به ما. که دوستانم چند وقت پیش فرستادم آلمان بود، با ایران یوتیوب فیلتره. اونجا تو مرسیدی خونه داشتن نگاه میکردن، لذت میبردن. چپرپور، چپر که شرق گیلان، الان من نشتی رو باز شاید شبیه هم باشه. چپر به حفاظ میگن، حصار میگن، حصار. بردم که به پل میگن. منطقه باید به همینه یه رمی داشته باشه. احتمالاً شروع منطقه آزاد. منظری واقعا شهرهای قشنگ شماله. من حساب میکنی مثلا حقش این نیست. خیلی پارک ساحلی و ولاگشو ببینیم، پارک بولوار بهش میگن. اینا به رودخونه است، به دریا ختم میشه. منتاش فانوس دریایی داره، خیلی باحاله اونجا، خیلی قشنگه. مثلا موج‌شکنش، چپررود بالا. اینجا برف کمتر زده. چمخاله تا انزلی رو گذاشتم، امروز هم به امید برف باشه اومدیم.
برف نیست، شانس ماست. حتی که برفی هست. آستانه که ولاگشو ببینین قشنگ برف میزد، تو کیاشا داشت برف میبارید. چرا تا اینجا اومدیم تا انزلی بریم برف نشسته باشه، جالب باشه، براتون ویدیو میگیرم. که نه که دور میزنیم برف. شهرهای شمالی تو بهار خیلی قشنگن، نظرم زمستون دلگیره، دیدنش حالی لطف هم نیست. حال ایران 4 فصله دیگه، شمال ایران 4 فصله، هر فصلش هم قشنگ. نظر شخصی نظر شخصی ما هم زیاد شاید مهم نباشه. اینجا اصلا برف زده خیلی کم. خدا رو شکر برفو دیدن. یکی از فالوورای ما رو اسمشون رو من نمیدونم، کنم خانوم هم باشن، خانومه. آره میشه محبت دارن انزلی چی هن. ایشون هم جز فالوورای اول ما، هر ویدیویی میذاریم یه کامنتی برای ما میذارن، محبت دارن. یه تشکر بکنم ازشون. نگران بودم برفو ندیدن، انشالله که ایشون دیده باشن و لذت برده باشن. من ولاگ رشت رو میذاشتم، ایشون می نوشتن ما که ندیدیم انشالله که دیدن دیگه، و بچه هاشون ذوق کرده باشن کیف. این ورودی منطقه آزاد انزلیه. این کم جلوتر دقیقا آخرین باری که رفتیم فکر کنم 35,000 تومان ورودی شد، اشتباه نکنم. واسهشون گرم بود، هم ورودی اول داره هم دوم. قبلا این دلار بالا نرفته بود، اینجا جنساتی خود مغروم به صرفه تر بود. الان چون دلار بالا رفته خود این اون سمت هم جایی که ماشین هست، اون سمت هم همه ماشینه. من یه بار عید اومدم اشتباهی کردیم اومدیم، خداییش نباید بیایم، یه حق دیگرانه. شلوغ هست دیگه، خودمون میرم یکم شلوغ‌تر می‌کنیم. این سال وقت است. ماشین اونور راه نیست، پارکینگ هم قیامت. بگم خیلی عامیانه گیلانی هم خوشحالیه بگم یه قیامت جوری. جات زیاد برق نزده، من 2-3 سانت من میبینم نشسته. این آرش ماله، یکی از مالای قشنگ شمال ایران. شاید ولاگشو گذاشتم، ممنون از مدیرش، اجازه گرفتیم ازش که ولاگ بگیریم. تو پلیلیست شهر بندر انزلی هست، دوست داشتی نگاه کنین، خیلی جالبه. من خودم رفتیم برقبه رفتیم، بشم هم رفتم، کیش هم رفتیم، تهران زندگی کردیم ولی نرفتیم، اینجا باید کار در حد همون هست. شاید اروپایی هستن واقعا قشنگ، چون من بیشتر محلی دوست دارم. مدرن بازاری هم جالبه، بازار محلی بیشتر به من حس خوب میده. پیش رفتم تنوع خوبه. اینجا که اومدیم بریم انزلی میدون تمومش کنیم. شنبه بازار انزلی رو حتما نگاه کنید، 2 تا ولاگ ازش گذاشتیم، خیلی قشنگ بازارش. من که دوست دارم. من سر زورم هست. 2 تا رانندگی از تو بندر انزلی هم گذاشتیم. من اینجوری توضیح ندادم ولی خیابوناشو مشخص کردم تایملاین قسمت چی انشاءالله فرصت شد این رانندگی همجوری میرم توضیح بدم دوستان بیشتر.
که علاقه دارن تو رفت خیلی خیابوناشو یاد گیریم. تابلو داره. اینجا مچشکن میشه کاسپیان پروژه احداث دارن میسازن. دو سه تا هم ولاگ مچشکن هم ببینین، خیلی باحاله. من خودم تا الان نرفته بودم. اگه خواستین بیاین مچشکن هم یه سر بزنین، جای باحال جالبیه. تو مسافت زیادی رو میری تو دریا. این دهکده ساحلی اینجا هم قرار فیلم بگیرم. من ندیدم، دوستان خیلی دوست داشتم، فرصت بشه میگیرم. ببخشید دوربین داغ کرد، مجبوریم بزنیم کنار، یه خورده کولر رو روشن کنیم، خنکش کنیم، باتریش رو عوض کنیم، ادامه‌اش رو بگیم. یادم نمیاد چی داشتم میگفتم. انشالله که جمله تمام شده باشه. هم خودم داغ کردم، چونم داغ کرده، هم اون پل اون سمت چپ از جاده انزلی به جاده رشت بنزلی جدا میشه، میاد به سمت منطقه. یعنی اگه از بیاین باید اون سمت پل بیاین. اسم این پل رو من نمیدونم چیه، روش نمیشه مجتمع بندری کاسپیان سمت راست ما میشه. انشالله که همین. دریا هم که من چشم میخوره مواجه و اولین جایی که از انزلی میریم این منطقه آزاده، اون شهر انزلی، یعنی چیز جدا تو چیز جدا. فکر نکنید اومدین تو منطقه آزاد، اومدین شهرش جداست، منطقه آزادش فکر کنم 7-8 کیلومتری با هم فاصله داشته باشه، همچین چیزی. این حسن رودو اولین چیزی میبینی حسن روده. دیگه حسن رودو فکر کنم خیلی ها خاطره دارن باش، مثلا گیلانی ها، به خاطر اینکه این چیز ارتش اینجاست، منطقه چیز نیرو دریایی، نیرو ارتش اینجاست. گیلانی ها خیلی هم اینجا خدمت کردن. من هر کی میشناسم اینجا خدمت کرده، فقط ما رفتیم جنوب. ما کارت درمان بودیم، از شانس بعد ما نیرو زمینی بودیم، ما رو انداختن دریایی فرستادن جنوب بندرلنگه. حتی با افتخاری بود، بد شانسی هم نبود، تجربی بود. خاطرات خوب زندگی بود. به نسبت اونایی که اینجا بودن، من هرچی راه دور خدمت کنی بهتر، زودتر میگذره. حتی رو گرم بود، ما 6 ماه اول سال رفته بودیم، خیلی گرم بود، واقعا جهنم دیگه، جهنم بود. این دست راستمون این منطقه سیم خاردارش میبینید، این منطقه حسن روده. الان ورودیشو میرین، یه توپ مال کشتی اوناست. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی. منطقه بندی نیست، سپاه نیروی دریایی بودیم، منطقه رو میگفت منطقه یکم منطقه است. شش ماه اول سال واقعا گرم و اونجا اصلا برف ندیده، من چیزی نمیبینم. از اینجا شروع کردیم به دیدن نگین، اون قبلش برف بود. خدا خواستیم بزنیم عقب نگاه کنیم، ما به امیدی که برفه اومدیم دیگه، گفتیم ولاگ رو ناقص نکنیم، بریم میاییم یه دوری هم میزنیم بر بگردیم. من باز برگردم لایجان. از جنوب میگفتم به خاطر مردمش واقعا جالبه، اونجا مردمش واقعا مهمون نوازن. بندر عباس بودیم، لنگه بودیم، شیراز بودیم، شیراز تقسیم شدیم. گیلانی ها مهمون نواز هستن، ولی مثلا اونا خیلی بیشتر. مثلا میگم ما 90 اونا 140.
جاهای دیدنی انزلی، این منطقه آزاد و فروشگاهاش و آکواریوم ولاگشو ببینین. ولاگشو گرفتم، خیلی باحاله. الان خیلی گرون شده، فکر کنم نفر 300,000 تومان شده. به نظرم اگه اولین بار خواستیم برین ارزش داره دیگه. یه بار ارزش دارم 300,000 تومان نفری بدین، 300-400 تومان. دیگه رفتین دومین بار نمیارزه به نظرم. زحمت کشیدن، نمیگم زحمتشون چیزا، یعنی واقعا چیز مجموعه گرونیه. خب قیمتش هم یه خورده، مثال میگم شما 2 نفر باشی، این خانواده بخواد بره خیلی هزینه‌اش بالا میشه. بچه کوچیک اگه داریم ببرین حتما، من اونا ذوق میکنن. میگم اگه چیز داریم برین حتما، جالبیه. بعدش همون پارکی چیز آبی داره. تالاب انزلی پل چوبی آبکنار، ولاگ پل چوبی آبکنار رو گذاشتم با قایق سواری. رفتیم توی تالاب دور زدیم، ببینین که پل چوبی آبکنار رو سرچ کنیم ولاگ ما میاد. ما همین پلیلیست انزلیون اوایل باید باشه. بولوار ساحلیه، اینجا کاخ موزه داره، شنبه بازارشه. قبرستون مال ارمنیاست، مسیحیاست، بودم ارمنیه من دیدم. باید جالب باشه، من خودم تا الان نرفتم. اینجا انزلمال هست، آرشمال بود، اینجا دانشگاه آزاد انزلی. اون سم یه دونه بازارچه گیلاره فکر کنم، اونم قشنگ کوچیکه، مثل بازارچه‌های ترکمنه. ما رفتیم یه ماه پیش، خیلی خلوت بود. بعد با یکی کاسه بسوار می‌کنیم گفت خیلی خرابه اوضاع. اصلا گفت میتونی اینجا بی سر بزنی. شبیه پارک ساحلی چیزه، بازار ساحلی آستارا. شیش به یا 76 سی اگه اشتباه نکنم پلاک انزلی هست. سی 56 ب. شخصیت‌های معروف انزلی، مرحوم رضا نظری طنز پرداز، واقعا یه اسطوره‌ای بود واسه خودش، خدا بیامرزه. 2 سال پیش فوت شده، سرطان گرفت. من رشتی رو فکر کنم با طنزای ایشون یاد گرفتم. می‌بینی فکر کنم اون اولی رو دیدم شب نشینی در گورستان بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یا من فیروز چند سال دارم سنش یادم نیست، یکی من فیروز فلان سال دارم، یه سن خاصی 20 17 چه چیزی بود. اغراق نکنم 500 بار دیدم، 600 بار شد، 700 بار. یعنی ما خدا داشتم میشستیم صدا سیما نگاه نمی‌کنیم، چیزی نمی‌بینیم. هر بارم میخندیدیم، یعنی شما دیده باشین طنز باشین واقعا خنده داره، اصلا هر بار میبینید باحال خنده داره. آخرین اثرش هم اسمش یادم نیست، تو آپارات دیدم گذاشتن بهش مجوز فکر کنم ندادن، همجوری پخشش کرد. آخرین اثر بنده خدا بود. بعد این نیاز منه بهش مراسمش خیلی چیز بود، خیلی باشدی بود واقعا. بعد این بلیط فروشیاش همه شلوغه، خیلی خدا بیامرزه، واقعا هنرمند بود، جاش خالی. مرحوم سیروس قایقران کاپیتان تیم ملی بود. این بازیگرای گیلانی اکثرا نشون من میشناسم،
میشناسم انزلی، حالا اسم نگم شاید اشتباه بشه، میکنم بازلی هم بهشون بازلی انزلی چیه کارگردان هست بود داداشش با هم اسمشون یادم رفت. انزلی چی هم خیلی هنرمندای ماشاءالله. من این انزلی چی ها رو تیم فوتبالشون هم حساسم. ملوان بندر انزلی ما دانشگاه این انزلی با چیز بازی داشت با سپید رود، اصلا این بزن نهده بزن بود، یعنی کلکل رشتی ها با انزلیشی ها بیشتر مقادر فوتبالش. من نمیدونم شاید جایی شنیدین یا با هم مشکل دارن، همچی چیزی نیست، همیشه با هم خوبم برادر میمونن. این کلکلیه درونستانیه به کسی هم ارتباطی نداره. دیگه استقلال و پرسپولیس تو پایتخت با هم کلکل دارن، اینا با هم کری میخونن. کسی هم اجازه نمیدم بهشون تو این چیز کنه، وارد این کلکل از اینا بشونن. مثلا ما دانشگاه میدیدیم ما شرق گیلانی، ما رشتی نیستم، رشت زندگی میکنم ولی رشتی نیستم، فوتبالی هم کلا نیستم. من مثلا خیلی ترسولی بودم، امتحان داشتم، مثلا امتحان دانشگاه مثلا بل میکردن رفتم فوتبال استادیوم سردار جنگل، یعنی کنم اسم این استادیوم اینجا سروس پایران باشه اشتباه نکنم. کلکل میکردم واقعا با هم دیگه. بعدی این ندیدیم، این دیکتی ساحلیه مثل اینجاست، ما نمیدونم. دیکتی ساحلی اینجا بود، من خودم تا الان دقت نکرده بودم، بازم دنبالش بگردم. این ورودیش نمیذاره بری فیلم بگیری، نگهبانیش یکی دو نفر اونجا نگه داشته بود. ما تو دیکتی زندگی نکردیم ولی دوستان میگفتن ورودیش اینجوریه که میری اونجا یکی باید بیرون تماس بگیره که اجازه بده بیاد داخل، همچین چیزی باید باشه. اسم دیکته داره، عادتا همینجوری هر کسی راه نباید بده. ما جای دیدنی داشتم، فوتبال رسیدیم، جاهای دیدنیش تاپ انزلمان، ساحل خوب، مشتکنها، پل غازیان پل غازیان رد میشه. اینجا کاکایی های چیز میان غذا میریزن قشنگ. بازار مای فروشانش بلاگشو تازه گذاشتم، خیلی هم خدا رو شکر بازدید شد. خود اینجا میان احتیاط کنیم، پاناماتون رو بزنید. به سمت داخل شهر میره. میدون اولش فکر کنم بس میدونه رو یادم رفت ببینم این مالاه یا بعدی. یادم رفت بگم میدون خیلی شهر قشنگیه. اینجا جادهش گشاده ولی میری داخل خیلی تنگ میشه. پایانه مسافربری اتوبوس. من به آب شهرش هم من میبینم دوبار انتظام. جا من آثاری از برف نمیبینم ولی زمینش خیسه، نمیدونم آب شده کم بوده. این من استوری دیدم دوستان نوشته بودم بارش برف، سرچ کنین شاید بیاد. ما خیلی قسمتمون نکرد برف انزلی رو ببینیم، کم سعادت بودیم. الان هم ساعت 12:35 است. جا که خلوته، بریم داخل شهر.
میدون مالاه. قبلی رو من یادم نیست چی بود. میدون مالا. ما بسن مستقیم باید بریم داخل شهر. این سمت چپ ما فکر کنم میره آستارا و اون سمتی. مستقیم من فکر کنم میره سمت منطقه چیز بندر نمرک و اینا، اشتباه نکنم مستقیم تالش آستارام را داره. میدون امام حوادی. از اینجا دیگه جاده تنگ میشه، اومدین مواظب باشین، هم سمت راستتون مواظب باشین، هم رو برو که مواظب باشین. شلوغ باشه از دست راست میان ماشین بزرگ. انزلی میگه انزلی چی؟ رشت هم من شیدم رشتوند شهروند به جوری چیز انزلی چیه؟ این مال اهل انزلیه، اسم باحالیه، من خوشم میاد. این انزلی چیه؟ تو این چی؟ پسوند چیزم داره، مثلا ما تو شرق گیلان یه سری مثلا با موتور کار میکنن، یعنی شما بخوای جایی بری یه جایی میگیم تاکسی، مثلا تاکسی خور نیست، یارو موتور تو رو میبره، بهش میگم موتورچی. کسی که نمیدونم معنی آمیناش چجوری بگم، با موتور کار میکنه یا به موتور ربط داره، موتورچی. یا مثلا تاکسی چی، رشتی هم خودم من شنیدم میگن تاکسی چی، راننده تاکسی میگن تاکسی چی، این پسوندش واسه اونه. انزلی چی هم میگن، مثلا یه چیزی به انزلی ربط داره، بدی نیست. شاید مثلا شما گیلکی بلد نباشین تو ذهنتون چیز بد بیاد، منظورم این چی از اونجا میاد، یه چیز وابسته، پسوند وابسته سازه. تغییر و توهینی توش نیست. باز خلوته، میگم من به زوره دیگه 12:39 دقیقه است، یعنی اینجا از دست راست میام. اینجا شما اگه میبینین، ما میبینیم آثاری برف نیست، ولی سرد است. دوستان میبینیم کاپشن پوشیده، ما که داخل ماشین بخاری زدیم. ما میریم مرکز شهر که میدون شهرداری بهش میگن، شهر میدون ما فکر کنم کنار شهرداری، بانک ملی فکر کنم من دیدم اونجا دیگه بلاگو تمامش میکنه. گیلان که میاین مثلا تو تایم تعطیلات و اینا این سعی کنین رعایت کنین، یه خود آروم برین، با حوصله برین. باور کنین مثال میگم، مثلا چیز تعریفی نیست، افتخارم نیست، خودمو میگم، اصلا این آتش نشانیشه، خودمو میگم، کس دیگه رو نمیگم. مثلا مثال میگم، مثلا ما کارمونو یا مثال روال خاصی ترافیک نیست انجام میدیم، مثلا تایم کمی و اینجور شده که مثلا دم خونت نمیتونی بیای بیرون. بازم من میگم چیز خوبی نیست دارم تعریف میکنم، افتخار نیست، صبور نبودن خودمونه. یهو مثلا یه حجمی آدم میاد به کارمون نمیرسیم. مثال میگم ماشین در پارکینگ میخوای بیای بیرون نمیشه.
اهل ترافیک موندن و صبوری نیستیم. خودم آدم صبوری نیستم. این بعد این دست راست رو اداره گمرکه، این برم که میره سمت اینم پل زیبای غازیان میشم میرم. بلاک پل غازیان هم گذاشتیم، گرفتن سنگ فرشیش کردن داشتن به این کش. من این بیشتر قایقا رو میبینم ذوق میکنم، چون تقریبا هیچ شهر استان گیلان من ندیدم. مازندران هم نه، اینقدر کاکایی اونجا نشسته. داشتم میگفتم دیگه تحملش هم کمه، مثل من اعصابشون خورد میشه. حالا من باز ترجیح میدم باشه برمون نشینم، نیام بیرون، کمتر حوصله رانندگی که ندارم. ترجیح میدم چیز نشه. همه بعضی کار دارن، همه که مثل ما نیستن، کنن دوری کنن به حال از چیزی که همین یه خورده زود ممکنه عصبانی شن، جوش بیارن، یه حرکت‌های خاصی تو رانندگی انجام بدن. شما سعی کنید آروم برین، حواستون باشه، دقت کنید. این کاخ موزه بندر انزلی میبینین تابلو. من خودم نرفتم، یه روزی انشاءالله قراره بریم. الان باز اتفاقا اینم فرمانده ناوگان شمال نمیشه نیل دریایی. واسه همین میایین شهر رو تو تایمای چیزی خود رعایت کنین، مشکلی پیش نیاد. بازم گفتم من افتخار نیست، تعریف هم نمی کنیم، ما صبور نیستیم، هیچ جای دفاعی نداریم. خب تغییر هم خودش نمیشه داد، آدم بخواد تغییر کنه هرچی تلاش هم میکنیم. مثال میگم تو رانندگی اعصاب خود مسلط باشه نمیشه. من یکی میاد بی قانونی میکنه، من اعصابم خورد میشه. بازار ماهی فروش ها اون سمتی میرن، اینم پل انزلیه. شنبه بازار دقیقاً اون سمت دست چپ ماست، یعنی شما این پل تمام شد از زیر دست راست ما شروع میشه تا بیس اصلیش دست چپ. این پل قشنگ براتون خالی. اما دوشنبه است. میدون اصلی شهر، فکر کنم میدون ما باید اسمش باشه. روبرومون اون بانک ملیه، دست راستی بود شهرداری و ساختمان‌های دیگه است. جای دیدنیش مثل خیابان سپه. ولاگش تو قدم زدن شبانه انزلی گذاشتم، پلیلیست بندر انزلی شهر ما نگاه کنین حتما، ولاگ‌های قشنگی داریم. قشنگ هستن ولی باز در حد بزرگی و زیبایی اینجا نیست. الان میبینین یا کن میاد جلو رای ما میباره. مثل عادت دارم به بیغانی، الان میره دوباره میره رای ما میباره. شنبه بازار دقیقاً دست راست ما بود. این به پله میخوره میره پایین. تو ولاگ چیزش از این پله ها رفتیم پایین. این خونه‌های رنگی که اگه فیلمشو دیدی این همینجاست، اما آبش خوش شده. آیا دیگه نگاه میکنه افسوس میخوره با بازار ماهی فروشان هم این سر این از ایناست. سرا رفتی این دست راست میرم 500-600 1 کیلومتر برید بازار ماهی فروشان انزلی. امیدوارم که از این بلاگ لذت برده باشین.
آفتاب الان میزنه یه خورده تصویرم بد شده. به طرف استادیوم هم اینور میرم، من حالا نرفتم. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. ما هدفمون برف انزلی بود که برفی نبود، ما اومدیم. ولی دیشب استوری دیدم، به صبح دیدم بچه ها نوشته بود انزلی دیگه، حالا من نمیدونم کجا انزلی بود، شاید که برف دیده باشن. ممنون از شما، ممنون که ببخشید که غر زدیم، گفتم رانندگی زیاد علاقه نداریم، مجبوریم. رعایت کنید، لایک و کامنت حمایت فراموش نشه. انشالله که همیشه شاد و خوشحال باشید. روزتون هم بخیر.